بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت بارش. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. یهود و نصارا هرگز از تو راضی نمی شوند تا تو از دین ایشان پیروی کنی و ایشان بگو حقا رهنمایی تنها همان رهنمایی خداوند است. هرگاه بعد از آن که به تو آگاهی حاصل شد اگر از آرزوهای ایشان پیروی کنی در آن صورت برای تو در برابر عذاب خداوند نی کارسازی خواهد بود و نی هم مددگاری. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. آنانی که به ایشان کتاب را داده ایم و حق تلاوت آن را ادا می کنند همانهایند کسانی که به آن ایمان دارند، اما کسانی که از آن انکار ورزند همانهایند زیانکار. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. ای بنی اسرائیل، از آن نعمتی که به شما ارزانی کردم به یاد دارید و از این نیز که من شما را بر همه جهانیان برگزیدم. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. و از آن روزی بترسید که هیچ کسی از کسی دیگر چیزی یعنی عذاب را دفع نمی کند و نی از او عوض قبول خواهد شد و نی به او شفاعت سودی می نماید و نی هم ایشان یاری داده می شود.